سلام خانم. سلام. یه نوشابه میخواستم. بله حتما بفرمایید. ممنونم مرسی. میشه جون. سلام خانم. سلام. یه مرسی خوش نوشابه اومدید. میخواستم. بله چشم حتما چیز دیگه هم لازم نه داری؟ مرسی ممنونم. دستتون در نکنه. خواهش میکنم. سلام خانم. سلام. خسته نباش. خیلی خوش یه نوشابه اومدید. میخواستم. آقا شما هر روز به اینجا نوشابه میخری، خب اونو میتونی سوپرمارکت هم بگیری دیگه. من دوست دارم از شما نوشابه. عزیزم خب حرف دلتون رو بزنین. یه خورده سخته گفتنش حقیقتا. چرا آخه ابراز علاقه که سختی واقعا نداره، بگم. خجالت نداره، واقعا بگم. راحت باش. داداش عاشقتم. خدا خیلی دوست دارم. آقا سجاد من دیگه نمیتونم اینجا کار کنم. یعنی چی؟ باید برم. تو رو خدا همین الان باید برم. نرو. برای چی شده مگه؟ من دیگه کشش ندارم. داداش به پاد میافتم. نهار بهت سمبوسه با خیار میدم. نرو. نمیتونم. پیتزا با آبگوشت. نمیتونم. چرا حقوقت زیاد میکنم داداش؟ تو رو خدا. چقدر؟ خواهش میکنم. 15 تومن. میدم جدی؟ 20 تومنم روش. خب ولی بازم نمیتونم. 35. نمیتونم. تو رو باید خدا. برم. چیکار باید کنم برم. مگه داداش؟ میخوام من به جد بیام هر روز سر کار؟ داداش باید برم دستشویی. نمیتونم. صبح من میام کرکرا رو تمیز میگم میکنم. باید برم دستشویی داداش الان دستشویی دارم. چی میخوایی؟ بودی با تو دستشویی. به دستشویی میخوام برم. الان 3 میام. ساعت من مسخره کردم. الان؟ حقوق 5 تومنم بیشتر نمیدم. برید زیر 10 دقیقه بیا 500 تومن جریمه. نمیرم. قورت بده. قورتش میدم. همین الان. قورتش میدم. کارتو بکن. حیف لنگ کارت. رو حیف لنگ کارت. میگه. بفرمایید قهوه شما نوشه جان. دستتون درد نکنه ولی چرا انقدر کمه؟ سوپ که سفارش ندادی، قهوه سفارش دادی. میخوای از این بیشتر باشه؟ قهوه‌تو بخور حرف نزن. خانم بفرمایید لته خدمت شما. دستتون درد نکنه. فقط میشه براموش طرح قلب بکشی؟ بله حتما. الان میگن بابراس خودشون تشریف بیارن یه جنگل هم بغلش بکشن واسهتون. چی میل داری؟ همون همیشگی. من تازه اینجا استخدام شدم. نمیدونم شما قبلا میومدین اینجا چی کوف میکرد، چی میل میکردین؟ میشه منو رو ببینم؟ بله بفرمایید. ببخشید من میتونم قهوه‌مو خودم درست کنم؟ آره عزیزم چرا نمیشه؟ بله امپراتور بیا شب واسه شام درست میکنم. شب بمون اصلا. بیا بریم بیا.